چون من خودم اهل ادبیات هستم بسیار آرزو میکردم که مناسبت‌های دو دولت بین شعرا، نویسنده و شاعرها و اهل قلم مستحکمتر باشد. چون که در زمان خود از عبدالرحمن جامی سر کرده تا دیگر شاعرای بودن که شیر و شکر می نوشتن با زبان تاجیکی و ازبکی. ازبکستان در خصوصا رشد صنعت خیلی به پیش رفته است. ما باید دستاوردهای ازبکستان را مورد استفاده قرار دهیم، خصوصا در صنعت بافندگی، در صنعت دوزندگی. شما خیلی خوب میدونید که حتی در بازار تاجیکستان لباس‌های در ازبکستان تیار کرده شده خیلی خوب فروش می‌روند و اینچنین من آرزو دارم که من بعد تاجیکستان و ازبکستان در ساختمان گس راغون یک جای اشتراک خواهند کرد. این چیز خیلی مهم است. با فکر ما که ازبکستان با تاجیکستان در همین ساحه تجارت اگر کار کنند بهتر و خوبتر میشود، برای اینکه مال‌های ازبکستان رو آورده در تاجیکستان میفروشند، هم ما فایده میبینیم هم اونها، چون که مال اونها رو میفروشند البته تاجیکستان از یک فایده میبینند. در تاجیکستان خشتبار بین ازبک و تاجیکان زیاد هستند. میخوایم که راه شده شود یا ویزا خط کنند و ما همچون خشتبار رفت آمد کنیم. برای خودم میخوام که یک بار رفته سمرقند و بخارا با چشم خود تماشا بکنم ببینم. تاجیکستان و ازبکستان باید بسیارتر در ساحه انرژتیکا همین مناسبت خوب داشته باشه، مناسبت یکدیگر رو پیش برند و من فکر میکنم که با همین راه مناسبتشون نسبتا خوبتر می شود. با فکر من البته روادیدها رو بردار بسیار خوب می شود. مردم به مشکلی رفت و آمد میکنند. از قدیم بین دو خلق دوست البته برد مردمی ازبکستان و تاجیکستان یک دوستی قدیمه وجود دارد که البته همین چیزها رو بردارد، خط سیرها کشوده شوند، این به حد خوب بشود البته برای بهبودی هر دو خلق هم.